بورس تهران امروز نیز با رصد اخبار مثبت سیاسی و ورود 703 میلیارد تومان پول حقیقی و معاملات خرد بیش از 9 همتی با رشد 10,000 واحدی همراه بود. ارزش بازار استیبل کوین ها به رکورد 243 میلیارد دلار رسید. استیبل کوین USD1 با حمایت مالی MGX از ابوظبی به 2.1 میلیارد دلار رسید و توجه ها را جلب کرد. با تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، 9 شهرک جدید در راستای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تأسیس می‌شوند. تأسیس این شهرک‌ها در مرحله تأمین زمین است. چارلز هاسکینسون، بنیانگذار کاردانو، به سوء مدیریت 300 میلیون توکن عادات در جریان یک بروزرسانی قدیمی متهم شده است. او این ادعاها را رد کرده و گفته در دادگاه از خود دفاع می‌کند.